چطورین؟ آقا بریم، میخوام بهتون یاد بدم که چطوری مونتاره اپیک رایگان به صورت دائمی بگیریم و بریم. آقا اول میایم بذاریم بهتون با توضیح اینجایی که من این سیاهه رو دارم میچرخونم، اینجا نه، این سبز درازه نه، این سبز کوچیکه میزنیم، میاین تو این قسمت. بعدا اینجایی که مونتاره‌گر رو میزنین، بعدش میاین تو این قسمت. آقا اینجا که اومدین چیکار میکنین برای اینکه مونتاره رو بخوام بگیریم؟ این سکه ها رو الان همینطور که میبینین من گرفتم، باید به 150 تا سکه برسیم. اینجا مثلا اولین روز اینو شما میزنین میگیرین، روز دوم مثلا شما اینو میزنین میگیرین، روز سوم اینو میزنین، اینطوری میشه، سکه ها رو میزنین میره اینجا. خب که باید بازی رو استارت کنیم و بازی کنیم. من دوباره برم همینجا. الان من مونتاره رو همینطور که میبینید گرفتم. الان میام اینجا و مونتاره رو به صورت دائمی اینقدر من دوست داشتم بچه‌ها تو اکانتم یه مونتاره داشته باشم. حاجی این مونتاره اسکایلاه نه دیگه، مونتاره واسه این دانلودش هم بکنم ببینیم چه خوشگله. حالا دانلود نمیشه ولی همینطوری میتونین بگیرین به صورت دائمی. من خیلی خداییش خیلی خوشحال شدم اینو گرفتم. واقعا اسکین مورد علاقه بچه مونتاره. آره نه حس کردم باید وسطش روی باشه. آقا تا ویدیو دیگه خدافظ و آموزشات دیگه خدافظ.